دل آدمی مثل خاکه، اگه بهش آب بدی گلستون میشه، اگه با خصم روی اون بکوبی جز غبار چیزی بر نخیزد. اینه که بعضی دلها مأمن محبت و بعضی دلها منزلگه کینه میشه. تاریخ نه جلادانو به خاطر میسپره نه تنابای دارو. تاریخ نام کسانی را زنده نگه میداره که بهای حقیقت را با جانشان پرداختن، همچون آریو برزن، یوتاب، بابک خرمدین. حرومزاده وقتی زورش بهت نرسه میره سراغ آبروت، حرف در میاره، دروغ میسازه، تهمت میزنه، بر علیه تو تبلیغات میکنه تا تصویر تو رو خراب کنه. ولی ناراحت نباش، ماه زیر ابر نمیمونه. درود بر آنان که در دیدار اندکند و در یاد بسیار. یه جمله میگم که عظمت ایران تو این جمله نهفته است. میدونی آرزوی داریوش بزرگ چی بود؟ داریوش بزرگ آرزو داشت یه کشور خارجی رو ببینه، اما هر جا رفت خاک ایران بود. برو نقشه اون موقع رو ببین میفهمی چی گفتم. این تک بیتای صاحب آدم رو ویران میکنه، اصلا مثل که دیشب اینو سروده. میگه انان به دست فرومایگان مده زنهار، که در مصالح خود خرج میکنن تو را. در شهر ما دست نوناور رو بریدن و دست آدم فروش رو بوسیدن. از همان روز به قبر انسانیت فاتحه خوندن. 400 سال پیش یه پادشاه تصمیم میگیره کل دنیا رو توی میدون جا بده، نه با جادو نه با نقاشی، بلکه فقط با معماری. یعنی هر چیزی که برای اداره یک کشور نیاز هست دور این میدون قرار داره. واسه همینه که اسمش نقش جهانه یا تصویری از جهانه. سردر قیصریه و بازار بزرگ نماد تجارت و اقتصاد، مسجد امام نماد دین، کاخ عالیقاپو نماد حکومت. اینو گفتم که بدونید داستان این اسم قشنگ چیه. بیشتر مردم فکر میکنن نقش جهان فقط یه اسمه، ولی این اسم داستان داره. این داستانش بود.